بریم یه جاسویچی یا دست کلیدی بسیار خفن با 3 تا نخ فقط. خیلی هم ویدیو کوتاست، نگاه کنید. 2 تا نخ رنگی رو به هم وصل میکنیم، نخ مشکی رو به حلقه ای که میخوایم جا کلیدی یا دست سویچ رو بهش وصل کنیم. گرهش رو تو پستای قبل گفتم. اگه این پست به دردت خورد حتما لایک و کامنت یادت نره بفرست برای دوستای عزیز. 2 تا نخ مشکی رو به روی هم قرار میدیم، نخای رنگی رو از بالا و از زیر حلقه رد میکنیم. سمت چپم به همین صورت. فقط مهمترین بخش این کار اینه که فقط نخای مشکی رو روبروی هم باید قرار بدیم. اینجوری نگاه کنید. نخ آبی رو از بالا و زیر نخ و نخ نارنجی هم از بالا و از زیر نخ. این پست رو بفرست برای دوستات. اگه نخش هم نمیدونی از کجا تهیه کنی برام بنویس نخ که بعد بفرستم.